اگر زن زنا کند تمام خانواده و نزدیکانش را به ننگ می آرد. شوهرش از اهل خانواده اش نزد مردم شرمنده می شود. اگر او زن به زنا حامله دار شود و کودک را بکشد، دو گناه بزرگ را انجام داده است: زنا و کشتن انسان. و اگر این کودک را با شوهرش نسبت بدهد، گوید که از آن اوست. در حقیقت شخصی بیگانه به خانواده و اولاد آنها داخل کرده است. این کودک میراث میگیرد و خود را به آنها نسبت میدهد، در حالی که از آنها نیست. با آنها می ایستد، با آنها تنها میماند که از نگاه شریعت این امرها ناروا و ناجایز و ناشایسته است که در گناه و معصیت این زن دچار میگردد. این همه فساد و بدبختی از یک گناه زن سر زد که آن زنا بود. اما اگر مرد زنا کند، این هم نسبها را آمیخته میکند، زنان پاک را به بدی میکشد و باعث نابودی آبروی و حیات آنها هم میگردد. خلاصه زنا یک گناهی بزرگ است که دنیا و آخرت انسان را تباه میکند و به ویرانی هم میکشد. پروردگار ما را از این عمل زشت و ناروا و ناسزا نگاه بدار و توفیق بده که به سوی این نزدیک نگردیم.